الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی برادران و دوستان خیلی درخواست کردن و تاکید هم کردن که یک برنامه سوال و جواب داشته باشیم و خیلی تاکید کردن که در این برنامه با شیوه کوچگی صحبت کنیم و اینک انشاءالله با عون و مدد پروردگار برنامه سوال و جواب را انشاءالله آغاز میکنیم. شما میتوانید سوالهای خود را در کامنتاری ها نویسید. انشاءالله ما سوالهای شما را تحقیق کرده و بعدا انشاءالله طبق فقه مذهب حنفی انشاءالله جواب خواهیم داد. میپردازیم به سوال نوبتی. برادر سوال کردن که قربانی نیت کردم نه که بچه خالم شرایط نداره، سوم قربانی را همو دتیم خوبه انشاءالله. یعنی خلاصه سوال این می شود که آیا بجای یعنی که در ذمه شخصی که قربانی واجب شده است میتونه همین انسان بجای همون پول مثلا بجای حیوان خرید ذبح کردن همون پول یک کمبغل را یا که یگان بیوه و بیچاره را صدقه بکنه؟ آیا همین طریقه جایز هست یا نه؟ خلاصه جواب این می شود که چونین یعنی که بجای حیوان خرید ذبح کردن اگر پول او را کمبغل بتیه برای صدقه کردگیش پولی که صدقه کردگی هستی برای او پول صدقه کردن ثواب میگیره، ولی اون واجبی که بر ذمه این انسان بود اون واجب از ذمه ساقط نمیشوه و اگر ترک این واجب بکنه انسان گناهگار میشوه. باید که یک حیوان را خریده از سر نو قربانی بکنه در روزهایی که اون روزها را یوم الاضحیه میگن، یعنی که روزهای دهم، یازدهم، دوازدهم ذوالحجه. خلاصه اگر بر ذمه شخصی که قربانی واجب شده باشه برای او اختیار نیست که مثلا پولی همون حیوان را پولی که برای خریدن حیوان صرفش میکنه او پول را کسی را صدقه بکنه کم بغلی را. باید که همون خود حیوان را بگیره و ذبح بکنه، پس قربانی او جایز میشوه. در اینجا علامه ابن عابدین شامی حنفی در فتاوای خود یعنی فتاوای شامیه است، در اینجا تعریفی همون قربانی را بیان میکنه که هی ذبح حیوان مخصوص بنیت القربتی میگه، یعنی که همون قربانی ذبح کردن حیوان مخصوص است، یعنی که هم هر خیل حیوان برای ذبح کردن قربانی قابل قبول نیست، یعنی که حیوان های مخصوص میشوه که مثلا خرید اونها رو ذبح کرد، یعنی که گاو، گوسفند اینها مثلا میتونن که مثلا برای قربانی درست شوند به نیت قربت، به نیت قریبی جستن به الله تعالی. علامه کاسانی در بدایع صنایع نوشته است که فلا تجزى التضحیه بدونها، پس جایز نمی شود قربانی کردن بدون ذبح کردن. از این عبارات های فقهای مذهب حنفی معلوم می شود که قربانی کردن بدون ذبح کردن جایز نمی شود، یعنی که اگر یک انسان بر ذمه‌اش قربانی واجب شدگی است اون نمیتونه که بجای خریدن یک حیوان و ذبح کردن پول همو را بگیره یکون کمبغلی را صدقه بکنه. این طریقه جایز نیست و قربانی بر ذمه همون واجبی که هسته او واجب بر ذمه باقی میمونه و انسان اگر ترکش کنه گناهگار میشوه. یک صورتی مسئله دیگر هم هست که اگر انسان در ذمه او بر ذمه‌اش قربانی واجب نشده باشه، برای این خیلی انسان اختیار است که یا همون پول را حیوان بخره، حیوان ذبح بکنه ثواب قربانی را بگیره و یا همون پول را کسی را صدقه بکنه. یعنی که یا انسانی که بر ذمه او قربانی واجب نشده باشه او آدم اختیار داره، ولی او انسانی که اگر بر ذمه او قربانی واجب شدگی باشه او اختیار نداره
و برای قربانی که واجب هستی، یعنی که فرض عملی، تو اگر حیوان ذبح نکنه واجب از ذمه او ساقط نمیشوه. اما این شخصی که بر ذمه‌اش قربانی واجب نشده باشه، او اختیار داره یا اینکه او پول را بگیره کمبغلی را صدقه بکنه، یا اینکه همون پول قطعی حیوان خریده حیوانی را ذبح بکنه. ولی در این صورت اگر همون مقدار مبلغی که باید حیوان میخرید یا گوسفند یا گاو میخرید ذبح میکرد، اگر او پولا کمبغلی را صدقه بکنه، او مقدار اجر و ثوابی که برای قربانی در حدیث های مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدگی هستی، او مقدار اجر ثواب نائل نمیگرده. ولی اون مقدار پولی که صدقه کردگی هستی ثوابی صدقهش ان شاء الله که میگیره. ولی ثوابی قربانی کردن خیلی ثوابی بیشتری داره. برای همین خاطر خوبترش که همون قربانی بکنه و یک حصه قربانی را خودش بگیره، یک حصهش با قیله بکنه، یک حصهش دیگه مهمانو را مثلا ضیافت بکنه، یک حصه دیگه مقصد کمبغلا را تقسیم بکنه. والله اعلم بالصواب.